های بکس، چه خبر؟ امیدوارم که حالتون حسابی اوکی باشه و کیفتون کوک. خیلی خوش اومدید به یک ویدیوی دیگه. همونطور که میدونید بچه‌ها، در این کانال من زیاد راجع به تارای EFP صحبت کردم، ماشینی که قرار قوی ترین سدان تولید ملی حال حاضر کشورمون باشه. این خودرو همون تارای V4 الیکسه که فقط مجهز شده به موتور EFP و حتی گیربکسش هم همون 680 کمپانی DAE هست و فرقی نداره با تارای V4. فقط موتور EFP شده و همین باعث شده که قدرت این موتور به 164 است و 250 نیوتن متر برسه. اما اگر فکر کردید که تارای EFP قرار قوی ترین سدان تولید ملی ایران و ایران خودرو باشه، سخت در اشتباهی. امروز اومدم تا به طور رسمی و شرعی قوی ترین سدان تولیدی داخلی حال حاضر ایران خودرو و ایران رو براتون معرفی کنم. خودرویی که برای خیلی از شمایی که دارین این ویدیو رو می‌بینید بسیار آشنا و شاید هم تکراری به نظر بیاد. ادامه ویدیو رو با من همراه باشید تا برسیم به سورن توربوی دوگان سوز. قبل از پرداختن به اصل مطلب بچه‌ها، خیلی ازتون ممنونم بابت تمام حمایتایی که برای من و کانال رسانه خودتون انجام میدید. کانال یوتیوب با آپارات ما رو سابسکرایب میکنید و زنگوله بغلم میزنید که ویدیوهای جدید رو بتونید زودتر از همه تماشا کنید. لینک کانال تکنولوژیمون هم براتون توی دسکریپشن ویدیو می‌نویسم. لینک آخرین ویدیوشم این بالا براتون پین میکنم. اگر تمایل داشتید به اونجا میتونید یک سری بزنید. دم همتون خیلی گرم. بریم سراغ ویدیو. خودروی مورد نظرمون بچه‌ها یک تیپ از سورن پلاس دنده دستیه که قراره با یک قوای فنی جدید، البته نسبتاً جدید، به بازار بیاد. موتور جدیدی که محققین ایران خودرو در ایپکو دارن روی اون کار میکنن و توسعهش میدن، یک مدل از موتور EF7 توربو چارجره، نه مدل EFP، همون EF7 توربوی قبلی یا به طور مختصر TC7. یک موتور TC7 که حالا سوخت گاز هم داره پشتیبانی میکنه و قراره که هم CNG بخوره هم بنزین بخوره، یعنی دوگان سوز باشه. اما نکته بسیار جالب این موتور در مقایسه با TC7 های قبلی و البته موتور EFP چیه؟ خب همون میدونیم که موتور EF اصلا پایه اصلیش گازه و آلمانی‌ها مخصوصاً برای ایران و ایران خودرو توسعهش دادن به طوری که بتونه به صورت کامل با سوخت گاز و CNG سازگار باشه و اصلا با هدف تولید خودروهای گازسوز این موتور برای ایران توسط آلمانی‌ها طراحی شد و خطوط تولیدش به ایران اومد و تولیدش آغاز شد و روی انواع مختلف سمن قرار داده شد و بعدها خودروهایی مثل سورن و دنا و مدل‌های دیگه هم به این موتور مجهز شده. اما داستان اینجاست که تا الان هر خودرویی که در ایران خودرو با موتور EF7 یا TC7 یا EFP تولید شده فرقی نمی‌کنه چه خودرویی و از چه خانواده‌ای. حتی اگر دوگان سوز باشه یا تک سوز باشه، اصلا هیچ کدوم اینا مهم نیست. همشون بلا استثنا سوخت پایه‌ایشون بنزین بوده، یعنی سوخت اصلی موتور بنزین بوده و CNG به عنوان یک سوخت اضافی و سوخت زاپاس توی خودرو قرار داشته. اما الان در این مدل جدید موتور TC7 که قرار روی این تیپ جدید از سورن پلاس قرار بگیره، برای اولین بار پایه اصلی موتور خودرو روی سوخت گاز برنامه‌ریزی و مهندسی شده. یعنی چی؟ یعنی قراره که سوخت CNG منبع سوخت اصلی این خودرو باشه و بنزین قراره سوخت زاپاسش باشه. حتی اوایل قرار بود که فقط یه باک 10-20 لیتری مثل اکثر خودروهای دیگه حتی توی اروپا هم که شما میبینید سوخت اصلیشون گازه، فقط یه دونه باک مثلا 15 لیتری 20 لیتری دارن که خب یه مقداری بنزین توش جا بگیره اگر یک وقتی گاز تموم شد با این بنزین بتونن خودشون رو به سریع ترین پمپ گاز برسونن. قرار بود که برای این محصول جدید ایران خودرو یعنی سورن پلاس توربوی دوگان سوز هم همین اتفاق بیفته، یعنی یک باک بنزین کوچیک براش بذارم فقط برای وقتی که CNGش تموم شد بتونه خودش رو به نزدیکترین پمپ گاز برسونه. اما خب بنا به دلایلی قرار شده که همون باک 60 لیتری توی خودروهای جدید هم قرار بگیره، یعنی همین تیپ سورن که البته خوب هم هست. حالا درسته قرار بنزین سوخت زاپاسش باشه، اما خب دلیل نمیشه که بیخود این محدودیت سازی اتفاق بیفته، مخصوصا که میدونید حالا توی اکثر شهرها برای جایگاه سوخت CNG عموما مشکلی وجود نداره، اما معمولا توی جاده ها یه سری مشکلاتی دیده میشه، از جمله کمبود پمپ گاز یا اینکه حتی اگر پمپ گاز هم هست خارج از سرویسه، یعنی نه کسی توش هست نه اصلا اون پمپ گاز سرویس میده. توی خیلی از جاده ها پمپ گازهای از کار افتاده ما داریم. برای همین خب خوبه که باک ماشین همچنان بزرگ و 60 لیتری باشه که اگر یک وقت کسی با ماشینش مسافرت بخواد بره، خب درسته که
که سوخت اصلی موتور ماشین گازه، اما خب گازش که تموم شد میتونه از بنزین هم استفاده کنه دیگه. اما همه اینا رو گفتم که به کجا برسم. تا اینجا ما با یک سورن پلاس دوگانه سوز طرفیم مثل سابق، یعنی مثل تیپ‌های قدیمی سورن پلاس دوگانه سوز. فقط تا اینجا به این نکته کلیدی رسیدیم که قرار سوخت اصلی توی این موتور گاز باشه و بنزین به عنوان سوخت دوم در نظر گرفته شده. اما یک تفاوت دیگه هم اینجا وجود داره. برای اولین بار ایران خودرو اومده و از فناوری توربو چارجینگ برای یک موتور دوگانه سوز و گازسوز داره استفاده میکنه و در واقع سیستم توربوی این موتور هم اصلا برای سوخت گاز بهینه‌سازی و آماده شده و اصلا روی مود بنزین قرار نیست کار بکنه. به این معنی که شما فقط وقتی روی سوخت گاز هستید توربو میاد داخل مدار قرار میگیره و بوست خودش رو انجام میده و وقتی که موتور روی حالت بنزینی هست توربوی موتور کلا از مدار خارج میشه. به این صورته که شما روی سوخت گاز میتونید با موتور این خودرو قدرت 170 اسب بخار رو تجربه کنید و گشتاور 260 نیوتن متر که همین اعداد و ارقام باعث میشه که این خودرو قوی ترین سدان تولید ملی ایران خودرو و کلا کشور ایران لقب بگیره و از تارای EFP خود ایران خودرو هم باز در رتبه بالاتری قرار از نظر ماکسیموم قدرت. اما همونطور که گفتم توربو فقط وقتی وارد مدار میشه که خودرو روی حالت گاز باشه و وقتی میاد روی حالت بنزین توربو کامل از مدار خارج میشه و شما همون قدرت پایه‌ای EF7 یعنی 113 اسب بخار و 190 نیوتن متر گشتاور رو در اختیار دارید. اما خب این قضایا باعث چی میشه؟ اول اینکه به خاطر اینکه سوخت اصلی این خودرو گازه طبیعتاً منبع گاز و مخزن گاز بزرگتری هم براش در نظر گرفته خواهد شد، یعنی حداقل بزرگتر از اون چیزی که الان توی خودروهای دوگانه سوز دارن استفاده میکنن. و اینکه خب به دلیل اینکه موتور سوخت اصلیش گازه و اصلا با گاز در اصل حرکت میکنه و بنزین سوخت دومشه، خب همونطور که میدونید سوخت CNG نسبت به بنزین واقعا سوخت خیلی پاکتریه و خب از نظر اقتصادی هم خیلی بصرفه‌تر و ارزون تره. و خب وقتی یک توربو هم میاد به بغل این موتور میچسبه بوست بیشتر و در نتیجه قدرت و سرعت و شتاب بیشتری رو راننده میتونه داشته باشه. اما خب از اون طرف وقتی که موتور میاد روی حالت بنزینی همونطور که گفتم توربو از مدار خارج میشه و اینجا یک مشکل بسیار بزرگی که الان در حال حاضر خودروهای توربو در ایران باهاشون درگیر هستن اینجا برطرف میشه و اون مشکل همون بیکیفیتی بنزین هایی که توی اکثر جایگاه های سوخت الان وجود داره. چون دیگه توربو کار نمیکنه روی حالت بنزین، اولا خب موتور ماشین تنفس طبیعی دیگه محسوب میشه در اون صورت و خب حساسیتش به بنزین به طرز خیلی قابل توجهی پایینتر میاد نسبت به نمونه های EF7 توربو یا TC7 و EFP. اما خود موتور یعنی موتور EF7 که روی این خودرو قرار گرفته چه تغییراتی کرده نسبت به EF7 های قبلی یا EFP؟ آیا این موتور یک ورژن دیگه ای از همون موتور EFP یا نه یک نسخه تکامل یافته تر از EF7 پایه است؟ جواب درست‌تر میتونه گزینه دوم باشه، اما در واقع هیچ کدوم از اینا هم درست نیست. این موتور جدید پایش خب همون EF7 یک چیزی که کاملا مشخص و واضحه، اما اون تغییرات گسترده‌ای که ما در موتور EFP نسبت به EF7 مشاهده کرده بودیم در این موتور دیگه وجود نداره و چه بسا ساده سازی هایی هم نسبت به حتی نسخه اول EF7 توش اتفاق افتاده. یعنی دیگه ما مثلا در این موتور سیستم زمانبندی متغیر سوپاپ ها رو نداریم و میگم کلا بیسیک موتور خیلی ساده طراحی شده، حتی از EF7 توربوی قبلی هم ساده تر موتور به دلیل اینکه هم تعمیرش راحت تر باشه، هم تامین قطعات براش راحت تر باشه، هم از اون طرف به دلیل سازگاری موتور با سوخت گاز و اینکه در نهایت مدل مصرفی برای مصرف کننده از این ماشین کم هزینه و اقتصادی و کم استهلاک در بیاد. به این دلیل که خب قطعا کسی که میخواد بره سراغ این خودرو این قضایا خیلی اهمیت زیادی براش داره و خب ایران خودرو هم سعی کرده که خودروی کم استهلاک و کم هزینه رو براش توسعه بده. اما در بحث گیربکس خودرو و انتقال قدرتش قراره که گیربکس 6 دنده دستی ایران خودرو روی این موتور و روی این ماشین نصب بشه. یعنی ما یک سورن پلاس دوگانه سوز داریم که توربوه و سوخت اصلیش هم CNG و خب توربو فقط توی مدت که CNG هست وارد مدار میشه و یک گیربکس 6 دنده دستی رو هم ما داریم. یعنی اینکه قدرتمندترین سدان تولیدی ایران خودرو رو میتونیم با یک گیربکس دستی 6 دنده خودمون کنترل کنیم و اکثر شماهایی هم که الان دارین این ویدیو رو میبینید مثل من مطمئنم معتقدید که رانندگی با ماشین دنده دستی واقعا یه حال دیگه داره.
هنوز مشخص نیست که این قوای فنی قرار فقط توی سورن پلاس باقی بمونه یا قراره به مدل‌های دیگه‌ای از ماشین‌های تولیدی ایران خودرو هم نفوذ کنه. ما همیشه از اینکه آپشن‌های فنی مختلف و اسپک‌های مختلفی رو روی ماشین‌ها داشته باشیم استقبال می‌کنیم. در نتیجه امیدواریم که این موتور که از نظر تئوری حداقل موتور خوبی هست، موتور کم هزینه‌ای هست، موتور جوندار و توانداری هست و در کل پیشرانه و قوای فنی خوبیه، امیدواریم و انتظار داریم که جدای از سورن پلاس به مدل‌های دیگه‌ای حتی مثل تارا و ریرا هم اضافه بشه. البته خب تارا و ریرا یه مقداری دور از ذهنه به خاطر اینکه این محصولات به قول خود ایران خودرو محصولات لوکسش محسوب میشن. حالا من خیلی موافق این نیستم که بخوایم عنوان لوکس رو برای این خودرو استفاده کنیم، ولی خب خود ایران خودرو اینجوری میگه. میگه تارا و ریرا محصولات لوکسش هستن و خب فکر نمی کنم که روی این محصولات بخواد سوخت گاز بذاره ایران خودرو. کما اینکه از سال 94 که مدل دنا هم روی خط تولید ایران خودرو هست تا به همین امروز ما هیچ ورژن گازسوزی از این خودرو ندیدیم. از طرف خود شرکت یعنی دوگانه سوز شرکتی دنا ما ندیدیم، چون همون دنا هم خب بالاخره جزو محصولات همون لوکس ایران خودرو به حساب میاد دیگه. اما به طور خلاصه این بود ویدیوی معرفی و بررسی سورن پلاس دوگانه سوز توربوی جدید با موتور EF7. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. شما نظر خودتون رو توی کامنت ها برای من بنویسید. به نظر شما ایران خودرو چجوری چالش های سازگاری یک پیشرانه توربو با سوخت CNG رو تونسته پشت سر بذاره و به یک همچین قوای محرکه‌ای برسه برای استفاده در یک ماشین؟ برنامه فروش این خودرو هنوز خیلی دور از ذهنه، یعنی خب هنوز تحقیقات زیادی روی این خودرو داره انجام میشه و اینکه هنوز منظورم اینه که به مرحله آماده سازی کامل نرسیده و احتمالاً حداقل یه 7-8 ماهی تا ورودش به برنامه‌های فروش ایران خودرو فاصله خواهیم داشت. احتمال خیلی زیاد زمستون سال دیگه بتونیم این ماشین رو توی خیابونا ببینیم. امیدوارم که قیمت منطقی براش در نظر گرفته بشه. از اونجایی که سورن پلاس دیگه جزو ماشینای اقتصادی ایران خودرو محسوب میشه و خب سوختش هم که قرار CNG باشه و اصلا پایه موتور قرار گازسوز باشه، دنده ماشینم که دستیه، از نظر آپشنی هم که هیچ فرقی با اکثر تیپ‌های سورن پلاس در حال حاضر داخل بازارمون نداره. بنابراین امیدوارم که قیمت منطقی داشته باشه، میتونه برای استفاده شخصی و حتی برای استفاده خیلی از ناوگان‌ها گزینه خیلی مناسب و کم هزینه‌ای باشه. امیدوارم که سیاست‌های درستی برای این خودرو در نظر گرفته بشه. شما هم نظر خودتون رو توی کامنت ها برای من بنویسید، هم راجع به این خودرو و اصلا این کانسپت، هم راجع به موتورش، هم راجع به تصمیماتی که ایران خودرو داره میگیره. کلا نظرتون رو برام بنویسید که چه نظری دارید راجع به صنعت خودروسازی ما. ویدیو رو اگر دوست داشتید بچه‌ها با یک لایک زیبا ازم حمایت کنید و بهم انرژی بدید. اگرم دوست نداشتید دیسلایک. بابت هفته پیش عذرخواهی میکنم، من اولش مریض شدم و بعدش یه سری کارا واسم پیش اومد که یه مدتی نتونستم ویدیو بذارم، اما دیگه به ریتم سابق برگشتیم و از این بعد دیگه ویدیوهای خفن یکی یکی پشت سر هم تو راهه برای اینکه شما عزیزان بتونید اونها رو مشاهده کنید. اگر به محتوای کانال من علاقه دارید و سبک ویدیوهای منو میپسندید، سابسکرایب کانال فراموشتون نشه و زنگوله بغلم بزنید که ویدیوهای جدید رو بتونید زودتر از همه تماشا کنید. خیلی مخلصم. تا ویدیوی بعدی، بای بای. Smoking till my eyes on the bleed. Smoking looking like I'm trying